درباره انشاءالله خداخط الله یکگیش سوال دادین که اکثر خداخط سعیداست که داملا جان درباره الله یک صحبت کنین. الله خداخط چی خیلی است، استرا است، توحید خداخط انشاءالله. ما شما 6 کلمه دینی میخوانیم. من خلاص در 6 کلمه دینی الحمدلله یعنی کلمه توحید است. اول کلمه طیبه است، بعد چی است؟ کلمه شهادت است و سومش کلمه توحید است. درسته؟ یعنی کلمه طیبه گفتگیش لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست خدا مگرم یک خدا است. این ایمان میگن این چیزا. کسی که همین کلمه را خداخط به زبانش می آورد و ایمان آورد به کی؟ یعنی الله و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم. و دیم بچه میتیم شهادت میتیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. و گواهی میتیم که نیست خدا با مگرم یک الله است. و گواهی میتیم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول یعنی خبرچی و پیغمبر خدا هست. چون که خدا محمد نه انشاءالله چکا کرد؟ حکم ما را رسوند. محمد صلی الله علیه وسلم به ما و شما رسوند. الحمدلله بیاده شکر. سومش کلمه شهادت است، یعنی کلمه توحید. توحید گفتگی یگانگی خداوند ایمان آوردن. عزیزان من، لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا گفتگی کلمه عربی نیست خدا، لا اله الا الله مگرم یک خدا هست. لا شریک له، خدا اند شریک نیست. عزیزان من، جوره نداره، خدا دوست نداره. له الملک، همه ملک تمام روی دنیا از آنی که است الله است. له الملک و له الحمد، و تمام تعریف و توصیف به همین ذات الله است. عزیزان من، چقدر تعریفش کنی انشاءالله خداخط کم است. یک بزرگی خدا میگه که اگر تمام وجود من که پشم ها که دارد بدن من، اگر خدا همین در زبان پیدا کنی، یک انشاءالله خداخط نعمتی تر من بجا آوردن نمیتونم. یک نعمت میگه وله الحمد یحیی و یمیت. خدا میگه دائم زنده های. عزیزان من، خدا نمیمیرد. ما میمیریم، ما فرصت داریم، ما سرچشمه داریم و انتها داریم. سرچشمه من گم که 70 سال باشم تولد شدم، بلکه 2023 است، 25 است یا 30 است. خدا چقدر فرصت داشت، آخر من میمیرم. هو الحی الذی لا یموت. او ذات است که هرگز نمیمیرد. همه دنیا میمیرد، همه دنیا هم مهلت دارد، همه دنیا هم یک زمانی میشد نست و نابود میشد. عزیزان من، یکی خدا هو حی الذی لا یموت یحیی و یمیت. خدا زنده میکند ما و شما را و میمیراند. طوری ما نبودیم، در هیچ جا نبودیم. به توفیل پدر و مادر یک جایه شد. الله سبحانه و تعالی من و شما چکار کرد؟ آفرید. الحمدلله. از یک قطره آب الله سبحانه و تعالی در رحم مادر کن فیکون شو گفت، بس ما و شما شدیم. ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه شما را در بچه‌دان‌های مادراتون چی خیلی که بخواه، خواه سیاه، خواه زرد، خواه نر، خواه ماده، خواه مرد، خواه زن، چی خیلی که بخواه الله سبحانه و تعالی ما و شما را می آفره. ببینید ما شما را آفرید انشاءالله. در دنیا آورد مو و مهلت مو داد انشاءالله. خدا خواست 50 سال است، 80 سال است، یک عصر عزیزانی من عمر داری خلاص. در دوام یک عصر البته دنیا را ترک میکنیم، لیکن در دوام همین باید که ما طاعت عبادت داشته باشیم. عزیزانی من، این عمرایی که عزیز خدا داده در زلالت، در گناه
صرفش نکنیم، در راه شیطان ملعون صرفش نکنیم، بلکه در راه الله صرفش کنیم انشاءالله خدا خواهد. هم خیلی رسمی دنیای 4 روزه میگن، دنیای 5 روزه میگن، همین 5 روزش 5 تا 20 20 40 60 80 100 4 روزش 4 تا 20 40 60 80 تمام. همه که عمر داره نه که در همه که عمر هم البته خدا خواهد 20 سالش میگه در کودکی میگذرد، در جوانی مستی میگه، در پیری سوستی، کی میکنی که بعد خدا پرستی، کی میکنی خدا پرستی که این عمره انده که مگذرد میراد انشاءالله خدا خواهد. و ما و شما را یک زمان الله میمیراند، میمریم از این دنیا میریم و البته پیش الله سبحانه و تعالی میریم و از این عمرهایی که در این دنیا کردیم یک جواب میتیم. یک خدا سوره انشاءالله اذا زلزله آخرین آیاتان چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر چند یک خدا خواهد عادی ترین چیزا هوا عادی پردمت شواریم میگه خوبی کنی میگیری و بعدی کنی انشاءالله میگیری. الله چنان الله است، الله چنان خدا خواهد مهربان است برای ما و شما. می‌بینید و هو علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قادر عزیزان من، همه چیز. نه خواه در یک دقیقه دنیا را نیست و نابود میکنه، خواه در یک صورت زنکت میکنه، خواه زنک مردک میکنه. او سلطان هر چی خواهد او کند، عالم را در دم ویران کند. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. او بے پدر حضرت عیسی اومد کو، بے پدر آدم اومد کو، بے پدر ماما هوا اومد کو، خدا آفریدش. طفل را در مهد گویا او کند. طفلای هستن که در گهواره گپ زدگیند. حضرت عیسی در گهواره گپ زد، حضرت یوسف تهمت کردن در گهواره، کودک به بزرگی بودن و پاک بودن یوسف گواهی دادگی است. در مهد گویا او کند. مرده 100 ساله را حی می کند، این به آن دیگر تا به کی می کند. و میلیون سالا مردگی ها هممون حالی زنده میکند الله سبحانه و تعالی، هممون خدا خواهد انشاءالله. منی خدا یکاییشه سوره ای که مبارکه اخلاص میگیمش قل هو الله احد. این سوره تفسیرش پر انشاءالله سوره چی است؟ این توحید میگد، یگانگی الله سبحانه و تعالی انشاءالله دلالت میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان مثل ما و شما صحابگاه که شیشتگی صحبت کرده سادات که همه ابوبکر عمر همش بود. این حدیث همه خداوند ابو هریره انس علی سلمان فارس روایت میکنن این حدیثه. و کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما نزد پیغمبر شیشتگی بودیم، میگه یک گروه مشرکان عرب میگه اومدن پیش پیغمبر علیه السلام، گفتن محمد، گفتن مانده، گفتن خدا تا صفت کرده، در حق خدا گپ زن. گفتن من خدای ما، گفتن از چی است؟ از چوب است. خدای ما گفتن من از لای است. خدای ما گفتن از هر نمود چیزا هست، یعنی خدا تا برای ما صفت کن. محمد گفت من جواب نمیگم، انتظار میشم تا برای من آیت نیاید. چون که محمد علیه السلام تا خدا نمیگفت، محمد نمیگفت چی؟ میگد محمد نمیگفت تا جبرائیل نمیگفت. انتظارش نشیش، میگد که جبرائیل امین اومد. سوره اخلاص انشاءالله نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا چی گفت؟ بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم الله چی یک هی. بگو گفت خدا دو تا نیست. خدا گفت همیشه یک است، یگانه است انشاءالله. خدا قد الله الصمد، خدا گفت بے نیاز است، بے حاجت است. ما حاجت به خدا داریم. الله سبحانه و تعالی هیچ حاجتمندی ندارد. ما شما محتاج، ما شما دائم با الله چی علاقه داریم.
بیمار شم چی مگم؟ الله میگم انشاءالله خداوند. مبادا یک مصیبت بالامو بیاید الله میگم انشاءالله خداوند. یا نمی یا یگان سفر میبریم همه جایی که میریم ما به الله زندگی کردن نمیتونیم، چون که الله همیشه چی است؟ با ماست. همیشه الله چیزی قوه است که مانده بسیار یاردم کننده است، دل مونا پر کننده، نترسوننده همیشه، چون که الله آسمانات چونان برای ما شما چی است؟ مهربان است. من در شهر روس یک تا مثال میارم. یک برادر روایت کردن درباره الله، میگه دورهای ریکتی بود یک 20 سال پیش در شهرهای روس میدانین، من رفتگی نیستم میشیدم، اومدم مجبور آدمان را بازار نه دالیا میگفتین پول میتی ناشم زندگی جمع کرو ریکت میگفتن وقتا. میگه همین بازار نشته بده، میگه یک ریکت اومد همه میگه پول جمع کرد، یک میگه چیچن بچه استادگی است. بعد میگه پیش آقای اومد و دای دنگی گفت، میگه گفت که ندم چو تا کریش است شتولی گفت، میگه دای است گفت من کریش است کتا تا گفت، میگه ایتا الله باخ گفت، میگه هم تا کارات که میگه همین ریکت میگه دست پا شربا شد و دمش درن زد و خب کرموند. یگان گپ نزد، میگه همه گفتیم بازی که میزنش همه تماشا دارد، یک سپکتاکل داری چیز تشکیل شد. از این گفتیم زده چنه نیست، میگه نو پاکتی جیوی گفت، میگه برفت. دیدیمی نام الله شنیدن بدای که همه یک بار خدا خود فکر میکند. نترسیده گفت و چون نترسید، چون که یگانه تکیه بر ذاتی چی کرد؟ الله اکبر کرد. انشاءالله بینن عزیزانی من، خدا به حاجت عزیزانی من برایش میحتم مثال میارم. حضرت موسی علیه السلام قوماش گفتن که ای موسی، گفتن همین خدا تا پرس، گفتن که خدا خواه میروه، همین با ما معلوم که گفتن خدا خواه میروه. موسی علیه السلام 70,000 بار عزیزانی من با خدای خود صحبت کرده، 70,000 بار در کوی تور صحبت کرده است. وقتی که برفت گفت که خداوندا، گفت قومان پرسیده سه که آیا الله خواب میروه؟ گفتن اس جوابی تو ده، گفتن من صبح میتیم. از جوابو که بی صبح وقتی صبح نگفت من جواب تا میتیم. گفت تو گفت در دستت گفت 2 شیشه آب بین، با یک روایت گفت روغن، شیشه اسم یگان بوشکچه اسم گفت گرفته، گفت هم تا برداشته بس. گفت وقتی که میگه حضرت موسی گرفته برداشته ایستاد، یک باره خواب غلبش کرد و میگه شیشه اومد زد شکستید پیچید. خدا گفت ای گفت موسی، گفت حالی صبح نشیده، گفت جواب تا گرفتی. چون خداوند در سوره بقره آیت الکرسی میگه شما طوری می همین آیت الکرسی یک آیت زیرین دارد، استعوذ بالله لا تأخذه سینة ولا نوم، یعنی خدای من پینک خواب نمیگیرش. موسی گفت اگر گفت من همیشه پینکم کنم میدانی این زمین کو آفتاب و همه چیزا باید دیگه زده نیست و نابود میشوند. خدای تو گفت خواب ندارد. خداوند میگه شاید تو عجب قدرت داری، بنده در خواب و تو بیداری. می خدای مهربان عجایب قدرت دارد. ما شب و روز خواب میریم لکن الله پینک نمیکند. الله مهربان همیشه در خدمتی چی است؟ من و شما است. من و شما را خدمت میکند عزیزان من. شب و روز ما و شما را نگاه میدارد، شب و روز حاجت ما و شما را میبرارد، شب و روز در خدمتی چی است؟ الله مهربان گفت بین، گفت موسی گفت اگر خدای تو خواب را گوید دنیا نیست و نابود شده میراد. عزیزانی من لم یلید، خدا میگد از یگان کس زایده شدگی نیست. خدا پدر ندارد عزیزی من، مادر ندارد. نیاد نبرار. خدا را اول و انتهاش نیست، سرچشمش نیست ای کدام عصر پیدا شده، انتهاش نیست. حضرت امام اعظم رحمت الله یک منکر خدا 3 سوال کتی مراجعت کرد. 3 سوال کتی مراجعت کرد. گفت من نبی اومد میگه خلیفه همون زمانه گفت یک آدم داناترین شخص پیش من بیار. میگه حضرت 3 سوالش دادم، گفت جواب داده نمیتونه، 3 سوالش میتیم. حضرت امام اعظم گیرون دید که یک منکر خدا در بالای کرسا شیشتگی است، سیاست دارد. خیلی گفت جواب سوال تو بگو، یکم بگفت
پیش خدا کی بود؟ دویم سوالم گفت خدا کجا را میبینه؟ سوم سوالم گفت خدا چیکار میکنه؟ جواب تی گفت. خواب گفت که گوش کنه که گفت اگه محتاجی تو با من نمی؟ گفت ها نباشم ای تخفرا انجا تو میشینی من در تخت میشینم تو نه سوال نه جواب میگردونم. خوب گفت بالای تخت برمد گفت یکم سوالی کرده که پیش خدا کی بود؟ از 10 حساب کرده بیا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. این طرف یگان چیزای نیست. پیش خدا چی نبود. میگه دمش گرفت. خانه شدی؟ گفت خانه شدم. دیم سوال تا گفت خدا کجا را دیده ساده؟ خدا می مشاگرداش رفتن که یک شم بیاره. یک شم آوردن نگد شم در گراندن. گفت که میگه سایه شیاب که یگان جا را سایه شم نیست همه جا روشنی داره. خدا گفت همه جا میبینه. خدا فقط پیش و پیس نه همه جا برای خدا چی عیانه. گفت سهم سوال چی بود؟ گفت سهم سوالم خدا چیکار میکنه؟ منه تو را خار کرد منه عزیز کرد منه بالای تخت برود تو افرود با چیکارت کنه؟ خدا همین خیلی قدرت داره. گفت میگه تن داد میگه با برمده بره. بینین برای این پیشه خدا هیچی نبود انشاءالله خدا خواهد. بینین پدر ندارد مادر ندارد عزیزان من. ولم یولد کسی از یعنی خدا زایده شدگی نیست عزیزان من. یگان کس از خدا زایده شدگی نیست. یعنی چی نداره خدا خواهد؟ فرزند نداره، زن نداره، دختر نداره عزیزی من. مسیحچی ندارد. یگان چیز ندارد الله سبحانه. خودش تنها است عزیزی من. تنها کسی که نسبت میتید من بعض مشرکات حضرت عزیر را چی گفتن؟ بچه خدا شرک آوردن. حضرت عیسی وقتی که آسمون برمه برفت زنده حالی در آسمون در 4م آسمون به صورت فرشته حالی روی زمین می خدا خواهد انشاءالله زمانش حضرت عیسی بچه خدا اعلان کردن یا نمی. اینچنین مشرکان عرب هم فرشته هایی که خدمت الله میکنن و یا را چی گفتن؟ و یا گفتن چی هستن؟ دخترای خدا هستن. نعوذ بالله من الذالک. کسی که این میتید مشرک میشد عزیزان من. با خدا شرک نیار همه گناه الله میبخشد الا کسی که شرک میارد. خدا میگد بچه دارد، خدا زن دارد. این کمبودی هایی که دارد اگر این کمبودی ها به خدا باشد به خدا نمیشود. خدا بخورد، خدا بشیند، خدا بیاش آمد، خدا راه را گرد، خدا جا داشته باشد، خدا مکان داشته باشد وای خدا نمیشود. طوری خدا همین خشنش درگاه که از همه چیز قادر انشاءالله خدا کرد. همون ذات الله سبحانه و تعالی انشاءالله. الحمدلله عزیزانی من بینین ولم یکن له کفوا احد. خدا یگان چیز در این دنیا برابر شده نمیتوند، مانند شده نمیتوند عزیزانی من. هیچ کس خدا مانند شده نمیتوند. هیچ کس برابر 1000 میلیاردر باشیم، 1000 زور باشیم هیچ وقت قدرت خدا انشاءالله قادر شده نمیتونی. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد یگان مانند نیست، مانند نتی خدا انشاءالله خدا خواهد. عبدالله مبارک بینین در بیابان میرفت میگه چی؟ یک جوان دید یک کودکی که گوسفند پایسته گشته است. گفت همین گفت از یعنی خدا خبر ندارد. یک هم خبرش دیم. گفت من گفت خدا میشناسی؟ گفت البته میشناسم. چه خیلی خدا را تو میشناسی؟ گفت همین قدر آسمان و زمین بی، این آفتاب بین، مهتاب بین، این کوه ها بین، زمین ها بین. این البته صاحب دارد، این صاحبش الله هست. گفت الله گفت من در صفت که الله چه خیلی میدونی؟ گفت همین من بی گوسفند بی، همین من بی گوسفند بی. گفت همین فرق داره ما مانند نیستیم ما. این گفت خدا مانندی ندارد در دنیا. مثال عادی گرم برای شما مثال میارم. شما در یک خانه ده 7 کس 8 کس اکا و دادر و پاچه و خواه زندگی میکنه. طوری بیم برای قدرت خدا یک روز جمع شوه همه تو قطار بستن. بعد گویه که کنی کدامیمو یک خیله هستیم. یگان تا یک خیله نیست عزیزانی من.
این خدا قدرت چه برای ما شما نشون داده، چون که انجینر ما شما الله هست. الله سبحانه و تعالی از یک پدر و یک مادر، یک زواد و یک فابریکه 10 نمود چی محصولات پیدا داره. یتش خوشرو، یتش بیزبتر، یتش خوشفعل، یتش بدفعل، یتش بندید، یتش رنگش دیگر. بینید این خدا قدرت داره. وای براف میگد که او کودک باید که تربیه کنه بود. از کودک میگد عبرت گرفت. گفت من یک نصیحت که گفت من گفت اگر گفت علم برای خدا گرفته شید دری طمع به خودت بند، مردم ها تعالی تاراج نکن. اگر برای دنیا گرفته شید ای جنت امید نکن. طالب علم ها عزیزان من البته علم برای الله، برای رضای الله گیرن انشاءالله خدا خواهد. اولا باید هر طاعت، هر عبادت، هر عمل باید که برای رضای چی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. عزیزان من چند حدیث درباره فضیلت انشاءالله خدا خواهد، یعنی سوره اخلاص میگم. در حدیث امام بخاری است. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث است. پیغمبر من به شما خبر دیم که به یک سبب خوندن سوره اخلاص 3/1 قرآن شما ختم میکنین. 3/1 قرآن 3 پخش دارد عزیزان من، 3 قسم است. یکتش یعنی چی است؟ توحید، برای شناختن خدا. یکتش انشاءالله برای چی است؟ انشاءالله محترم جماعت امرهای شریعت، حکمهای خدا، چی حلال و چی حرام و چی نیک و بد خدا خواهد فرمان کرده. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یعنی قصه های پیغمبرها هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان 25 تا پیغمبر قصهش برای ما شما که حتی سوره هاست به نام نوح، برای سوره ابراهیم، سوره هود و هاکذا، یا که سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر بزرگوار به نامش الله علاهده یک سوره دارد، سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. این قصه ها را مثلا بیان میکند. گفتن ما چی خیلی گفتن در 1 دقیقه سوره اخلاص گفتن میخوانیم، این 3/1 قرآن ختم میکنیم. گفتن کسی که سوره اخلاص با اعتقاد با محبت خوند 3/1 قرآن ختم کرده که برابر است. عزیزان من رسول الله خانه درمدن، عایشه مادرمو رضی الله تعالی عنها یکی خداخواد زنهای بهترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چنان زن بهترین است که عزیزان من 210 حدیث از پیغمبر علیه السلام روایت کرد. گفت ما مردک شده حدیث یاد کنه میتونه، خودتونه دعوا میکنه با من و فلانم بزنکش 210 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده. گفتن که عایشه گفتن جانی من کنه بگو که برای چی در 1 شب تو قرآن ختم نمیکنی؟ برای چی تو در 1 شب حج و عمره نمیکنی؟ تو برای چی در 1 شب مؤمنان را تمام از خودت راضی نمیکنی؟ چون تو در 1 شب گفت یعنی تمام انشاءالله خدا خواهد پیغمبرها شفاعتگری خودت نمیکنی. عایشه صدیقه گفت که جانم فدای شما باد یا محمد جدا دوست می داشت، به نهایت انشاءالله خدا خواهد دوست می داشت. جانم گفت فدای شما باد. گفت این من در 1 دقیقه گفت چخیل گفت این کارا را بجا کنم. من بگفت عایشه گفت اگر 3 بار سوره اخلاص خوانی گفت قل هو الله احد، یعنی قرآن ختم کرده ثواب شه الله میتید. وقتی که کلمه تمجید که عزیزان من 4م کلمه 6 کلمه دینی است که بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. اگر همه کلمه مبارکت در وقت خواب رفتنت بالای جاگه بخونی گفت ثواب حج و عمره خدا در نامه اعمالت بنویسه. 3م گفت وقتی که اللهم اغفر لی میخوانی، ما شما در نماز همین مغفر اللهم اغفر لی همه دعای بهتری میخونیمش یا نمی؟ اللهم اغفر لی ولوالدی والاستاذی والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات.
بعضا انوات میگن خیلی به نبات وی نه اموات. من معنیش میگم اللهم اغفر لی گفتگی ای پاکا پروردگارا یکم گناه من مغفرت کن. گناه خودت میپرسی یکم ولی اتتمون علی افتمون یکم اللهم اغفر لی گفتگی گناه من مغفرت کن. بعد ولی والده بعد پدر و مادر مکن. ولی استازی استاز مکن. کدام استازی که علم یاد داد کسب و هنر یاد داد وای استاز است عزیزانی من. استاز من میگه چیکار کن مغفرت کن. والجمیل مؤمنین و المؤمنات جمیع تمام مؤمن مردها جمیع تمام مؤمن زنها را خدا مغفرت کن. والمسلمین و المسلمات کسانی که مسلمان مردها هستند مسلمان زنها هستند اینا را خداوند خودت مغفرت کن. الاحیایی این چونین زنده ها را مغفرت کن عزیزانی من. ولی یک کلمه اگر ما شما برداریم خدا رحمتت کنه او تو نگو دعوت شمال بلا من شو خدا رحمت میکنه من اول زنده ام کو حتی خدا رحمت نکنه چی ندار کاری رحمت خدا تو را فرا نگیره چی در کاری تو این رحمت من پدر رحمتم چی است رحمت خدا بر تو باد. شما نترسید زنده را که خدا رحمت کنه خدا مبارکت کنه. این کلمه بزرگترین کلمه است. این کلمه مرگ نیست. برای شما مرگ خازن شد چون که اگر خدا رحمتش نگیره هم عمل مو بیکار است. وقت نیست که من شما چندین قصه است درباره رحمت الهی فرا گرفتن. منهم والاموات کسانی که از همین ها وفات کردن وی ها هم رحمت که گفتگی دعا است. همین دعا کنه گفت تمام مؤمن و مسلمان از تو راضی می شوند. چهارم گفت با من گفت و با تمام پیغمبرای پیشین گفت صلوات گو. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و جمیع الانبیاء و المرسلین. و تازی که هم بگوش خدا خواهد پروردگارا اولا محمد خدا خواهد انشاءالله چکن مبارک کن. محمد خدا خواهد رحمت کن قبرش پرنون کن و تمام پیغمبرای پیشین یا که عادی قصه گو از آدم تا خاتم که جمعی پیغمبرها گذشتن از ما راضیش کن گردون گفت روز قیامت همه پیغمبرها گفت نزد الله برای شفاعتی تو گواهی میتین گفت. بینین یک دیگه حدیث میگم انشاءالله خدا خواهد. این اخلاص همین خیلی است که عزیزانی من پیغمبر بزرگتن که قسم بذات خدایی که جان من در دست اوست. من گفتم فضیلت سوره اخلاص با شما گفتن یا رسول الله گوین گفتن قل هو الله احد در قنات حضرت جبرائیل نیستگی بده. الله الصمد عزیزان من در قنات حضرت میکائیل لم یلد ولم یولد باشد در قنات حضرت چی اسرافیل ولم یکن له کفوا احد در قنات حضرت انشاءالله عزرائیل علیه السلام جانگیر نوشته شده عزیزان من. بین حتی پیغمبری بزرگ گفت من خبر تیم قل هو الله احد گفت در پیشانی گفت ابوبکر نوشته. الله الصمد گفت در پیشانی عمر نوشته. لم یلد ولم یولد گفت در پیشانی کی یعنی عثمان رضی الله عنه نوشته. ولم یکن له کفوا احد گفت در پیشانی حضرت علی نوشته. عزیزانی من این چهار وزیر محمد صلی الله علیه و سلم بین سوره اخلاص در پیشونیش گفت نوشته. عزیزانی من این بسیار اخلاص است که خدا خواهد ما و شما را نجات میتید. که در کسی که گفتن در بیرون نماز خونده میشود این یا که در درون نماز خونده میشود عزیزانی من خوانندش از آتش دوزخ از عذاب قبر انشاءالله خلاص میکرده است. یک روایت خواندم یک انسان میگه بچهش وفات میکند یک شب میبیند که میگه در دوزخ است یک شب دیگر میبیند که در جنت است
بچم میگه دینا شب خواب دیدم در دوزخ بودی عذاب کشیده سادادی، امروز خوابت میبینم در جنت هستی. گفت پدر جان، گفت دیروز گفت یک بنده خدا دوستی خدا گفت همین قبرستان دور مد 3 مراتبه سوره اخلاص گفت خواند و ثوابش به اهل قبرستان بخشید. گفت من دم نصیب کرد که من که دیدی امروز در جنت هستم. ببینین اخلاص انشاءالله نجات دهنده از قبر ما و شما است عزیزان من. اخلاص باید که با محبت عزیزان من، با عشق همه ما شما انشاءالله خدا خط تلاوت کرده کردیم، همه ما شما انشاءالله خدا خط خوانیمش در نمازات بیرون از نماز. من از شبها خدا خط انشاءالله وظیفش کرده کردیم هر روز 100 مراتب خدا خط. من قرآن حق دارد میدانین، قرآن حق دارد. قرآن حقش در یک روز 100 آیت خوندن در کار. اگر نخوانی قرآن روز قیامت از بالا دعوا میکند. روزه حق دارد، میدانی روزه حقش در یک ماه 3 روز گرفتن در کار، 3 روز روزه گرفتن در کار. صدقه حق دارد، هر روز جمعه هیچ نباشدم خدا خواهد انشاءالله یک 7 سوم اسمی 10 سوم اسمی خدا خواهد خیر کرده به انشاءالله. خدا خواهد اینا حقهاشون است. الا روز قیامت حقا انشاءالله دعوا کنه میشد پیش الله سبحانه و تعالی. عزیزانی من انشاءالله بیاین الله هممون انشاءالله خدا خواهد بزرگیش گیریم. با شما باد صدای خدا. آماده شدن رو فراموش نکنید.